خب الان رسیدیم به یه جای خیلی شگفت‌انگیز. رسیدیم به ساحل. یکم دریا مثل این که یکم مهه یا نمیدونم دوده، برم ببینم چیه. یکم مهه فکر میکنم. خب اینا مجسمه های خندانن که اینم یکی از جاذبه های دیدنی ونکووره که یه شخصی، یه هنرمند چینی اینا رو ساخته و به ونکوور هدیه داده که مثل این که چهرهش همون چهره خود اون شخصه ولی تو فیگورهای مختلف ساخته و اینا هم یکی از دیدنی های ونکووره که فکر میکنم ارتفاعش باید 3 متر باشه و سنگینیش هم 250 کیلوگرم فکر میکنم باید باشه هر کدوم از اینا. جنسشون هم برنز فکر میکنم باشه که همه میان اینجا عکس میگیرن و یه چند دقیقه به خاطر اینا هم که شده میخندن. ببین همین چه شکلیه. خیلی باحالن. ناخودآگاه آدم خنده به صورتش میاد وقتی اینا رو میبینه. یه لحظه ببینم اینجا چی نوشته. همون شخصیه که چینیه و اینجا رو مجسمه ها رو ساخته. خب بریم به سمت و اینا هم یه دوچرخه هاییه که میتونن بیان و اجاره کنن حالا برای هر چند ساعتی که میخوان و هر جای ونکوور که بخوان دوباره میتونن ببرن پارکش کنن. یه چیز خیلی جالبی هم که اینجا هست، ما هر دفعه میایم، این هاتداگی است. خیلی هاتداگای خوشمزه‌ای داره. یعنی ما هر دفعه که میایم اینجا یه دونه هاتداگ میخوریم. امروز اقیانوس یکم مهه ولی بازم خیلی زیباست. امروز چون وسط هفته است خیلی شلوغ نیست ولی خب همیشه آخر هفته اینجا پر جمعیته. همه میان برای پیاده روی. ما الان اینجاییم، ما الان این قسمتیم.
اینجا انگلیش بی حساب میشه. انگلیش بی خلیج انگلیسی بهش میگن به فارسی. بعد میره این ور میره به سمت استنلی پارک اگه اشتباه نکنم. استنلی پارک هم خیلی جای خوبیه، اونجا هم بریم ببینیم. اینم ساحل اقیانوس آرام که همیشه هم آرامه. مرغای دریایی هم خیلی قشنگ نشستن واسه خودشون دارن استراحت میکنن. خیلی آرامش خیلی عجیبی اینجا. اون سمتی هم که میبینید که الان خیلی ساختموناش معلوم نیست، اونجا وست ونکووره که ایرانی‌ها بیشترشون هم اون سمت بودن. ما هم یه مدت که 2 سال اونجا زندگی کردیم که خیلی جای زیبایی هم هست اونجا. و اون سمت هم دانشگاه UBCه که یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا و کاناداه. همونطور که میبینین ساحل خیلی هم تمیزه. همه سعی میکنن که رعایت کنن، هیچ آشغالی رو زمین نمیبینین. اصلا کلا تو کانادا به محیط زیست خیلی اهمیت میدن. از بچگی بهشون یاد میدن که احترام بذارن و تمیز نگرش دارن.
این سنگایی رو که میبینین رو هم دیگه چیده شده سمبل سرخپوستای اینجاست و اینجا نوشته که نشونه، یعنی نشان دهنده مهمان نوازی و دوستیشونه. و خیلی جاهای ونکوور از اینا هست که یکیش هم همینجاست که سنگا رو هم میچینن و این شکل رو به وجود میارن. اون سمت اقیانوس هم یه جزیره‌ایه وسط آب که به اونم میگن جزیره گرانویل آیلند بهش میگن. خب غذامون رسید. جای شما خالی، خیلی هوا عالیه. بوی اقیانوس رو دارم الان از اینجا احساس میکنم، خیلی بوی خوبیه. و همچنین بوی غذاهایی که اومد، ما جوجه کباب و کشک بادمجون سفارش دادیم. جای همتون خالی. حالا بذار من یه لقمه اول امتحان کنم کشک بادمجون رو ببینم چه مزه‌ای میده. جاتون خالی، خیلی خوشمزه. مزه کشک بادمجونای ایران رو میده. جوجه کباب هم امتحان کنیم. دلتون نخواد ببخشید، ولی خیلی خوشمزه. همه چی عالی. جایی که من میدونم 2 تا شعبه داره. یه شعبهش سمت نورس ونکووره، یکیش هم کینگراست و غذاهاش هم خیلی خوشمزه و عالیه. فاصله اجتماعی هم که رعایت کردیم، نشستیم بیرون و با خیال راحت داریم غذامون رو می‌خوریم در کنار اقیانوس آرام، در یک روز ابری که خدا رو شکر بارونم نمیاد. ما به کارمون میرسیم. جای همه دوستانم خالی. آقای فیلمبردارم که تنهش آمود داده. غذای خیلی خوشمزه‌ای بود. رستوران گیلانه خیلی چسبید، موقع خوبی بود، خوشم بود. بریم اون سمت خیابون.
yeah, tried out, and like no big deal. I'm still. I looked at I sent him my email or my text. خب دوستان داریم برمیگردیم. امیدوارم که ویدیو امروز رو دوست داشته باشید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره لطفا برای حمایت از من که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بگیرم. تا یه روز دیگه یا یک ویدیو دیگه به خدا میسپارمتون.